ستارگان میدونی کجا؟ تک اسپورت من میدونم اونجا. دوستان خوش اومد به ویدیو بعد از مدت‌ها. بیا روبروی ستارگانیم ما. حرفش اهمیت نمیدم. می‌خوایم به ستارگان نمیدونی کجا. بابا بگو شهرداری دیگه. شبیه شهرداریه. بیا فیلم سینما. بیا فیلم سینما. می‌خوایم بذار سینما بریم. ناگون. علی بیا ستارگان برای علی هر کی میره اینجوری. دوستان خوش اومدید به ویدیو. می‌خوایم بریم ارزان‌ترین شیرموز رو با بهترین شیرموز مقایسه کنیم. داشته بفرما. اول قدم. نه اصلا امکان نداره. سه تا شیرموز گرفتیم فقط با 9000 تومان. پشمات رو بسیم بده آب ریگان قطع کنی جان داداش اونجا با 9000 تومان سه تا شیرموز که خریدیم آب رایگان هم میتونیم بخوریم. در این حد آب سرد کنش هم خارجی نکنیم میشه Aztecal Emotional damage. بگیرم بیام تو؟ شغل سینا اینم که پاره کردن یه عدد شیرموز گرفتیم دوستان شیرموز ارزون اومد این 40000 تومان اون دوتا شد 9000 تومان فیشش این است ارزون ترین شیرموز گرگان بعضی شیرموز خوب میده شیرش کافیه موزش هم کافیه به نظر من یکم مزه کن چطور بود؟ بولی مزه نکنی اولش نظرت اسمه چطور بود؟ عالیه خدایی؟ خوشمزه چطوره؟ عالی بخور چطور بود؟ عالی بفهم آقا بریم سمت بالا اینجا بگیم اچه شیروز اینجا عالی بود شیروز بالا عالی بود چه خدافظ چه خدافظ 9000 تومان داره شکرش کافی بود موزش میزان شیرش هم شیرش چطور بود؟ شیرش هم خوب بود شیر پاله بود میارزید 40000 تومان برای من 9000 تومان اون دوتا یه ارزان ترینش بود دیگه شما زیاد از میکردیش تمام شد شیرموز رو لاشولوش کردیم خیلی شیرموز خوبی بود قند بالا مغز پایین اضافه است تیکه سنگین میگم الان میخوایم بریم سمت بالا بهترین شیرموز الان به فقیرترین شیرموز ما خوب بریم دیگه خیلی بالا میخوام خیلی حیف استاده پول خورده بسیم بریم یه آب رایگان هم دوتاش داداشون یه آب رایگان هم بخوریم آدم باش حیوان من گنگس برو باش ما با تو کی با توه همه رو من کشیدم کارتا رو بفرمایش دوستان به نظر من شیرموزش خیلی ملو بود و اینکه فقط برای من حدوداً 2-3 گرم شکر اسم اونم اضافه ریخته بودن من حال نکردم با شیرینش
و اینکه بقیه‌شو داشتینا میفهمه. داشت حقیقتا شیرموزش نسبت به قیمتش عالی بود. خیلی داشتینا قبول دارم. لایک. حالا باید بریم ببینیم شیرموز بالا شهر چجوریه. نظرهای محکم‌تری بدیم. آره ما ضربات محکم‌تری می‌خوایم که بگیم بهترین شیرموز کجاه. و الان جای شیرموز خوریم که اسمش نمیتونیم بگیم. چون با 9000 تومان جایی به شیرموز نمیدن. دوست عزیز. تخفیف. آقا تخفیف شد. داله. ترافیکو بگیر. عادی ماری. داشتم میگفتم. خانم سوار شو. تو سوار نه. دوستان اینکه ما هنوز قوی ترین شیرموز رو نخوردیم، به لول آخرش نرسیدیم. ما میخوایم اونو کشف کنیم. کاری دستکاری نگیره. اشکال نداره. آخرین لول شیرموز رو دست بزنم میریم. حتی ترمزش نیست؟ ثابت که اتفاقی افتاده. بچه دارن شیرموز بخرن، اولم رفت به ماشین اول داره میاد. ولی خب بچه ها چی شده اولی برگشتی؟ برگشتی بالاخره گرفتن دارن میان. نداشت چو خب سینا مزه کرده چطور بود سینا؟ ایزان در آوردن برای فرار کن. نگی در آورد. فیلمو بگیر بابا بدم چای. بابا وایس. داشت شیرموز نجنگه. دوستان شیرموز بالاشهر قیمت 70000 تومان. کوچیکشه مثلا. کوچیک ما اینه بزرگتره. آره. پایین که گرفتیم 60000 تومان بود، با تخفیفمون 3 تا گرفتیم شد 50000 تومان. یعنی در اصل بعد میشه 160000 تومان تخفیف داشت. ولش. کوچیکشون اونجا خیلی کوچیک بود. اینجا کوچیکش خیلی بزرگه ولی خب قیمتشون 10000 تومان فرق داره. داشتین مزهش چطور بود؟ عالی بود. میزان خیلی میزان بود. خیلی موزش میزان زده بودن، شکرش میزان زده بودن. نهش هم میزان گوشتی بودن. اصلا تمیز. داشت نهش با کلاسر نهش خیلی شیرینه. بیا داشت تست بزن. نه داشت شما باشه تست وحشت بزنید. مزه خودی. حالا دو تایی بزنید. داشت عشقم بیا. نه تو. داداش بگون تو جا نمیشه. بگون تو چلا بهش میاد. اصلا که بسه. دوستان چه خواهد بیده؟ من دانی کن سول. والا به کلش. کلت تمیزه. چقدر بیادم این بچه. داشت نظر دواش چیه؟ من میگم خیلی شیرینه. یه قاشق شکر اینجا بیشتر زده بود. آره اونجا کم زده بود. نه اونجا نشافت چطوره؟ نمیست خوردش میکنم اما بخور پولش دارم نه کارتو کشیدیم نه داشت میشیم به مرزان بدیم مرزان داشت طعمشو بگو باید حرف میخورن تو نیم حرف نمیزنه جوری اول؟ جوریه چطوره؟ شیرین ولی اپایینی بهتر نیست من که میگم داشت اندازش با 10000 تومان خیلی بیشتر داد 60 گرفتیم دیگه مزهش 70 اینو گرفتیم اونو 60 جفتش نسبت به قیمتش بود. آره این خیلی شیرین بود خدای 10000 تومان شبت چطور داشت؟ جوری که ندارم میگم آره خوبه اپایینی بهتره بقیه پر تو نیسته بیا حتما آها راست پولش عوضی بخور دوستان در همینجا با شما ویدیو تمام می‌کنیم. دفعه بگیم چی بهترینشه بریم بدترینشه بریم. دوستان خداحافظی کن. خداحافظ.